اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز برنامه آستانه، شکر الله یکتا که باز با هم در روز جمعه مبارک در برنامه آستانه هستیم و امروز برای شما عزیزان تصمیم گرفتیم عید آمادگی به ماه مبارک رمضان صحبت داشته باشیم. چگونه که می‌دانیم برای رسیدن ماه مبارک رمضان روزهای اندک و باشمار مانده اند. همین روز دوشنبه و یا سه شنبه وابسته به مشاهده کردن ماهتاب ماه رمضان شروع می شود و شاید اولین روز رمضان روز 12 و شاید هم روز 13 باشد که این را از روی حدیث خیلی که پیامبر معین کرده اند به ماه نگاه کرده تعیین می کنند و این ماهی که الکی پس از 2 روز و یا 3 روز مهمان خانواده هر یکی ما و شما می باشد. چگونه که می دانیم از ماه‌های عادی نیست. ماهی است که در این ماه موسم تجارت و کسب اجر و ثواب برای هر یک مسلمانی که نیت دارد فراوان است. در این ماه مایان با بزرگترین تجارت به الله و کسب کردن تمام اجر و ثواب‌های زیاد به الله پرداخت می‌کنیم و وقتی که ما تجارت خود را با یک آمادگی شروع کردیم و برای چگونه این تجارت را شروع کردن و از کجا کسب کردن یک نقشه داریم، بدانید که موفق می‌گردیم. برای آنکه این ماه از ماه‌های عادی نیست، یگانه کفایه اش به ما از آن بس است که در این ماه قرآن کریم نازل شده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اذا كان اول لیلة من شهر رمضان صفدت الشیاطین و مردت الجن و غلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب و فتحت ابواب الجنه فلم یغلق منها باب و ینادی مناد یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر ولله اتقاء من النار و ذلك کل لیله. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث میگویند هر وقتی که اولین شب رمضان شروع شد و آن هم در آخرین شب شعبان که شاید 29 و یا 30 روزه باشد، اولین شب رمضان مایان محاسبه میکنیم و از آن شب تراویح خواندن شروع می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی اولین شب رمضان در آمد، در این شب تمام شیاطین و تمام جنهای ضرر رسان زنجیربند کرده می شوند و این چنین تمام درهای دوزخ بسته می شود. با این معنا تمام کارهایی که انسان را به دوزخ می برد بسته می شود و تمام درهای جنت باز می شود و تمام درهای خیر و برکت، هر عملی که انسان را به جنت می کشاند باز می شود و این چنین در همین اول شب منادی و یا فرشته ندا کرده میگوید ای آنهایی که جوینده خیر و ثواب هستید بشتابید دیگر وقتش رسید و ای آنهایی که جوینده بدی و شر هستید از پی گناه هستید شمایان دیگر بس کنید، از این کار دست کشید، زیرا این ماهی بسته شدن و دست کشیدن از گناه می باشد و در این شبهای رمضان همه شبه عده از مردم و یا گروهی بزرگ مردم را الله از دوزخش نجات می دهد و کی می داند که دعایی که اجابت می شود. فقط همین شبهای رمضان سبب می شود که برای ابد از عذاب دوزخ نجات یابد. و در این حدیث وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند که تمامی
شیاطین و جنها زنجیربند کرده می شوند، معنایش این است که شما ای مؤمنان مطمئن باشید که در این ماه به شما هیچ وسوسه شیطان و یا ضرر جن که بالای شیطان ها اساساً سیطرت دارند به شما ضرر نمی رسانند و شما مطمئن باشید که اگر شما با تمام نیت صالح و اخلاص به روزه شروع کردید، هیچ شیطان نمی تواند روزه شما را مفسد کند. لیکن اگر ما درباره فضیلت های رمضان صحبت کنیم، شاید این برنامه امروزه به آن کفایگی نکند، ولی چون موضوع آمادگی با ماه رمضان هست و چگونه باید آمادگی گیریم، بیایید شروع میکنیم از آن آمادگی هایی که باید هر یک ما داشته باشیم. چطوری که میدونیم با فرارسی ماه رمضان و یا از آن که میشنویم الکی برای رمضان 2 روز و یا 3 روز مانده است، اول شده همه درباره گرسنگیشون و چگونه باید سحرخوری کنند، چی در افطار خورند، چگونه دسترخوانشان را آماده کنند، چی کار کنیم که از قوت نرویم، چی نوشیم، چی آماده سازیم، چی ها باید در خانه ما وجود داشته باشند. همه از خوراک برای خود آمادگی میبینیم و در بعضی از کشورها مخصوص رمضان خوراک های هست که فقط در ماه رمضان به فروش می رود و در تاجیکستان هم در بعضی از منطقه ها بعضی از نمودهای خوراکواری را خاص رمضان کردند که به قوت است و باید این را در رمضان خورده شود و حتمی است. البته این جزء و یا یک قدم برای آمادگی بر رمضان است، ولی اکثریت از آن غافل هستیم که اگر ما با قلب خود، با روح خود، با اخلاق خود برای رمضان آمادگی نداشته باشیم، آن گرسنگی و تشنگی ما برای ما هیچ فایده نمی دهد. برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من لم یدع قول الزور والجهل والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. هر کسی که در وقت روزه‌داری قول زور، بدگویی، تهمت کنی، غیبت گویی، نسبت کسی آزاردهی و تمام این چیزهایی که با زبان کسی را اذیت می‌دهد اگر بس نکند و این چنین جهالت و نادانی و از روی جهل مردم آزاری و گناه را بس نکند، بداند که به گرسنگی و تشنگی او الله هیچ حاجت ندارد. معنای حدیث این است که اگرچه تو گرسنه هستی، تمام روز روزدار هستی، نمی نوشی نمی خوری، ولی مدام زبان تو با غیبت مردم، با آزار مردم، با طعنه دادن و مسخره کردن و یا کارهای دیگر مشغول هست، بدان که از روزه تو هیچ ثواب نیست. و در حدیث دیگر میگویند بعضی از روزداران هستند که به جز گرسنگی از روزه خود سود نمیگیرند. آنها روزه داشتند و روزه آنها به جز گرسنگی چیز دیگری برای آنها نوشته نمی شود، یعنی هیچ ثواب ندارد. برای آنکه در وقت روزه‌داری اگرچه گرسنه و تشنه بودند ولی با زبان خود مردم آزاری میکردند، با زبان خود غیبت میکردند، تهمت میکردند و هر چیزی که موجب ضرر خود و مردم است از آن خودداری نمیکردند. ولی عزیزان چگونه که میدانیم اگر ما تمام سال و یا 11 ماه به دروغ گفتن، به غیبت کردن، به فحش گفتن و با مردم با دشنام و با لحن تون صحبت کردن خودمان را تماما عادت کنانیده باشیم، یک باره در اول روز رمضان از این کارها دست کشیده نمیتوانیم و متاسفانه همین دست کشیده نتوانستن ما و یا زبان خود را کنترل کرده نتوانستن ما سبب می شود که از روزه ما به جز گرسنگی و تشنگی هیچ چیز دیگری برای ما نوشته نشود. برای آنکه در ماه رمضان برابر معده خود را و یا شکم خود را گرسنه نگاه داشتن، زبان خود را هم نگاه داریم، بیایید از حاضر شروع کنیم که من دیگر دروغ نمیگویم، کسی را غیبت نمی کنم، با زبان خود کسی را
هرگز اذیت نمی کنم. از همین روز آماده هستم برابر شکم خود زبان خود را هم بر رمضان آماده کنانم. برای آنکه همیشه الان شاید چند هفته پیش همه می گفتن که دیگر باید در رمضان به گرسنه بودن تشنه بودن ما عادت کنیم و بعضی ها در اول ماه شعبان یک چند روز روزه می گیرن که الکی باید معده های ما به این روزه‌داری عادت کرده باشد. پس بیاید زبان خود را هم عادت کنانیم تا که روزه‌داری چی است، در وقت روزه چگونه باید خودش را دارد، چگونه باید مردم را نآزارد و این عادت کند. و چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اگر شما در وقت روزه‌داریتان زبان خود را هم روزه ندارانیدید و زبان شما از بد گفتن و دروغ گفتن و غیبت کردن و تمام گناهایی که میدانیم با زبان میشود، اگر خودش را داشته نتوانست از روزه شما هیچ فایده نیست. پس هر کسی که میخواهد آمادگی اولی خود را برای رمضان از الان شروع کند باید زبان خود را از بد گفتن و از دروغ گفتن و این گناه ها نگه دارد. و چیز دیگر اینجا ما میدونیم که در وقت روزه‌داری یگان نفر را آزار دادن و یا اذیت کردن جایز نیست و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اذا اصبح احدكم یوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن أحدا شاتمه او قاتله فليقل اینی صائم اینی صائم. هر وقتی که یکی از شما روزه میگیرد پس در وقت روزه‌داری خودش هیچ سخنی بدی نگوید و این چنین با کسی جنگ و جنجال نکند و اگر نفر او را آزار داد و یا با او جنگی شد دوبار بگوید من روزه‌دار هستم، من روزه‌دار هستم. پس ما میدانیم که دیگر با رفت زمان و این ظلمی که بالای مردم تاجیکستان هست و با تمام این مشقتی که مردم تاجیکستان میکشند الکی به گفتی ساده خودمون نرو نداریم که خودمون رو در وقتهایی که به ما ظلم می شود کنترل کنیم. ولی گاهی می شود که کمترین کلمه از همسر خود، از فرزندان خود، از همسایه خود، از خواهر و برادر خود به ما گفته می شود و ما طاقت نداریم که آن را برداشت کنیم، یک باره می ترکیم، یعنی یک باره داد و فغان می کنیم، صدا بلند می کنیم و روزه‌داری خود را فراموش می کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث می گویند اگر کسی شما را دشنام کرد و یا کسی می خواهد با شما جنگ و جنجال کند شما بگوید من روزه‌دار هستم، من روزه‌دار هستم، یعنی الان برای من نمی‌زیبد که با یک نفری که به من بدگویی کرد من هم بدگویی کنم. الان برای من نمی‌زیبد کسی که می‌خواهد با من بجنگد با او بجنگم. بیا من روزه‌ام رو تا آخر برسانم. پس خود را کنترل کردن در وقت غضب، خود را به دست گرفتن، کسی که می‌خواهد با شما جنگی شود و یا کسی که می‌خواهد قهر شما را برآورد، عصبی شما رو ویران کند، به گفته خودمون نروتون رو ویران کند، در وقت روزه‌داری باید خود را به دست گیرید. برای همین روایت دیگری هست از جابر ابن عبدالله که میگویند هر وقتی که روزه میگیری باید چشمان تو، گوشهای تو و زبان تو از دروغ گفتن و گناه کردن نیز روزه گیرند و هرگز در وقت روزه داریت زیر دستان خود، خادم خود را اذیت نده. و این را بدان که وقتی تو روزه‌دار هستی و روزه‌دار نیستی بین این باید مردم فرق کنند و یا فرق داشته باشد. در وقت روزه‌داریت با وقار باش، آرام باش و خود را به دست بگیر. اینجا اگر به حدیث نگاه کنید میگویند در وقت روزه‌داریت به زیر دستان خود، به خادم خود هرگز اذیت نرسان. پس کجا هستند شخصانی که من روزه‌دار هستم میگویند و تمام روز با همسر خود جنگی میشوند، خوشدامن‌هایی که تمام روز در عروس خود عیب میجویند، عروس‌هایی که من روزه‌دار هستم میگوید و تمام روز فرزندان خود را دایبت
شکایت میکند و یا بالای همسر خود و یا بالای یکی از خانواده شوهر خود و یا حتی بالای خودش تمام روز از چیز میگوید و مینالد و شکایت میکند و این چنین نفرانی هستند که من روزدار هستم، الان عصب ندارم، خیلی اعصاب من ویران است و یا الان من خیلی گرسنه هستم. به گفتی عباره تاجیکی با گرسنه نکاو گویان یک بار تمام روز با اهل خانواده جنگ و جنجال را شروع میکنند. بعضی خواهرانی هستند که میگویند از آن که شوهر من سیگاری هست و یا حتی خوشدامنی من ناس میکشد، در ماه رمضان برای تمام خانواده هیچ روز خوبی نیست، تمام روز با ما می جنگند، تمام روز با ما مشکلی میکنند. لیکن روزدار باید در وقت روزداری چگونه که شکمش را نگه داشت، زبانش را و عموما جسم خود را از آزار دیگران بدارد و اگرچه اینجا به دیگران ضرر رسانیدن نیست و از دیگران ضرر میبینیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کسی با شما جنگ و جنجال کردنی شد و یا کسی شما را دشنام داد، شما مثل او دشنام ندهید، بلکه من روزدار هستم، من روزدار هستم گویان به خود این جواب را بدهید تا که روزه شما از این گناه و یا آمیختگی به دشنام شما را نگه دارد. پس عزیزان بیایید الان دیگر با خود یک نیتی کنیم یا خود نقشه کشیم که در رمضان هرگز کسی را آزار نمیدهم. اگرچه فرزندم مرا بیازارد و یا از همسرم یگان مشکلی دیدم و یا اگر در خانه با خویش و تبار شوهر زندگی میکنم، از خوشدامنم، خواهری همسرم، برادر همسرم و یا از هر کسی که من در رمضان اذیت دیدم به او نمی جنگم، مثل او به او اذیت نمی رسانم و به همین حدیث پیامبر که میگویند صلی الله علیه و سلم کسی به شما آزار رسانید من روزدار هستم گویان شما بس کنید، من دیگر خودداری میکنم و غضب خود را فرو میبرم تا اینکه حرمت ماه رمضان و حرمت روزداریم را کاملا انجام دهم. برای همین از همین روز و یا از همین وقت دیگر باید ما چگونه خودمان را در وقت از کسی ظلم دیدن و یا از کسی دشنام شنیدن و یا ناحقی در خانواده دیدن چگونه باید من معامله داشته باشم از الان باید شروع کنیم و هرگز با بهانه که من گرسنه هستم و یا تشنه هستم و یا روزدار هستم نباید بالای کسی روزداری خود را شکایت کنون، کسی را رنجانیم و باز ادعا داشته باشیم که من روزدار هستم. برای شخص گرسنه همه این کارها ممکن است. کجا رسد که اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند نه تنها خودت بلکه دیگران هم به تو اگر اذیت رسانیدن من روزدار هستم گویان تو از این کار دست بکش. و چیز دیگر عزیزان، یک حدیث دیگری پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند روز به نزد من جبرائیل آمد و 3 چیز را گفت و من آمین گفتم. 3 چیز را جبرائیل میگوید و پیامبر آمین میگویند. در روایت دیگر در وقتی به منبر برآمدن به هر یک زینه‌پایه‌ای که پیامبر پا می‌نهادند جبرائیل میگفت و پیامبر آمین گویان به منبر میبرآمدند. اولین چیزی که جبرائیل میگویند رغم انف من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، خسران شود یا خود زیان بیند، نابود گردد هر کسی که نام تو ای محمد صلی الله علیه و سلم در نزد او گفته می شود و او به تو صلوات نمی فرستد. وقتی این را جبرائیل میگویند پیامبر آمین میگویند. چیزی دیگر جبرائیل میگویند رغم انف امرئ ادرک احد ابویه او کلاهما فلم یدخل الجنه، بگذار هر کسی که پدر و مادرش را در وقت پیرانسالی صاحب شد، یعنی انسان‌هایی که برایشان نصیب شد که پدر و مادرشان به سن پیری و یا کهنسالی رسیدند و زنده هستند، ولی آن انسان این را قدردانی نمی کند، دعای پدر و مادرش را نمی گیرد، به دعای پدر و مادر سزاوار نمی شود، در حق آنها نیکی نمی کند. جبرائیل می گویند این گونه انسان هایی که پدر و مادر پیر خود را
درک میکنند، مییابند، نصیب میشوند، ولی رضاگی آنها را نمیگیرند که رضاگی آنها جنت است، بگذار خسران شوند یا خود زیان بینند. پیامبر در این وقت هم میگویند آمین. سیوم بار جبرائیل میگوید رغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر له. خسران شود و یا خود کامیاب نگردد، نابود گردد هر کسی که رمضان را دریافت کرد، یعنی به ماه رمضان مشرف شد ولی گناهایش بخشیده نشد، یعنی فرصت ماه رمضان را غنیمت ندانست، برای همین او را الله نبخشید. وقتی همین را میگویند باز پیامبرمان آمین میگویند الها اجابت کن. پس فرصت های هست که در رمضان در دیگر ماه به ما داده نمی شود. از جمله این فرصتی همدیگر بخشی، فرصتی به دعای پدر و مادر خود مشرف شدن، فرصتی با خویشاوندان دوره که سالها کینه داشتیم و عداوت داشتیم و قهری بودیم با آنها یکجا شدن. برای آنکه هر عملی صالح اگر در غیر رمضان وابسته به نیت و اخلاصیت از 10 تا 700 مراتب اجر داشته باشد، در رمضان از 700 هم زیادتر می شود. پس بیایید الان الکی شروع کنیم که با کدام از خویش و تبار خود، خواهر و برادر و خواهرزاده و برادرزاده، عمه و تقا و حتی پدر و مادر، با کدام اینها مشکلی داریم، باید با آنها اصلاح کنیم و با آنها رفت و آمد، مبارکباد گفتن به فرارسی رمضان و هدیه دادن و دعای آنها را گرفتن را شروع کنیم. برای آنکه این ماه به جز آن که ما باید با الله رابطه قوی داشته باشیم، باید با خویشاوندان خود که الله این را امر میکند رابطه خیلی قوی داشته باشیم. و اینجا خواهر و برادرای هستند که علل خصوص خواهرهایی که ازدواج کردند و یا برادرانی که همسر و فرزند دارند، ماها گذشته است، بعضیشان سالها گذشته است و پدر و مادر خود هیچ هدیه نفرستادند و یا حتی از احوال پدر و مادر خود شرایطتان چطور است، به چی نیاز دارید، چی میخواهید گویان نپرسیده اند. بیایید پیش و پیش ماه رمضان این را برای خود دریافت کنیم و با پدر و مادر خود که پس از عبادت پروردگار برای هر یک مرد رضاگی پدر و مادر حتمی است و برای زن رضاگی پدر و مادر با رضاگی شوهر دو چیز حتمی هستند. بیایید هم خواهران هم برادران اول شده ماه رمضان را با دعای پدر و مادر خود و رضاگی آنها شروع میکنیم. و عزیزان یک چیز دیگری هم هست، بسیاری ها میگویند من تمام سال نیت های زیاده به ماه رمضان میکنم ولی همین که رمضان رسید دیگر تنبل میشوم، میگویم در ماه رمضان ختم میکنم، میگویم در ماه رمضان صدقه زیاد یا خود نمازهای تراویح و نماز قیام اللیل را زیاد میخونم، ولی همین که رمضان اومد گویا که تمام نیت هایم در پس آن خودی نیت بود و رفت، هیچ عملی کرده نمیتوانم. پیش از همه فقط نیت در شریعت کافی نیست، البته که این عدل پروردگار است، برای هر یک نیت صالح هم شخص مسلمان یک اجر میگیرد، ولی اگر آن را عملی کند تا 700 مراتبه و در رمضان از آن هم زیادتر اجر میگیرد. برای همین برای چی ما آنقدر 11 ماه نیت میکنیم اما در رمضان عملی کرده نمیتوانیم؟ البته که برای اون که آمادگیش را نکردیم یا خود تجربه به گفته روزها پرکتیک نکردیم. برای اون که در رمضان میگوید هر هفته و یا هر 10 روز من ختم میکنم، این را عملی کنید. باید الان و یا پیش از رمضان هم باید همیشه ختم در دستان شما باشد. و این چنین برای اون که در رمضان قیام اللیل زیاد داشته باشید، نمازهای شب خوانید، روزهای صدقه کنید، با کسی جنگ و جنجال نکنید، پیش از رمضان این عملها را برای شروع کردن الکی کم کم انجام بدهید. ولی هر نیتی که صالح و صادقانه است و انسان عزم میکند که حتما انجام میدهد، الله به این میرساند. برای آنکه خود الله میگوید این یعلم الله
فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم و یغفر لکم. اگر الله بداند که اون چیزی که در قلب‌های شما هست خیر است و جز نیکی چیزی دیگری نیست، بدانید که از آن بهترش را یا از آن چیزی که از شما گرفت بهتری آن را به شما میرساند. وقتی نیت‌های خالص دارید و برای عمل کردن دیگر عزم قوی دارید، الله به آن میرساند. برای همین فقط در رمضان من ختم میکنم، در رمضان من قیام اللیل میخوانم، در رمضان من صدقه میکنم گویان انتظار نشده. باید پیش از رمضان ما آمادگیش رو داشته باشیم. و مشکلی اساسی در آن که بسیاری ها میگویند من خیلی برای رمضان راستی گپ نیت داشتم، خیلی نقشه ها داشتم اما عملی نشد، نمیدونم چی شد که نتوانستم. اگرچه تمام شیطان ها زنجیربند هستند، جن های ضرر رسان هم زنجیربند هستند، ولی نمیدونم از چی باشد من اون نقشه هایی که برای رمضان آماده کرده بودم انجام داده نتوانستم. اینجا اول سبب در اون است که ما فقط نیت کردیم و هیچ یکی از این عملها رو پیش از رمضان انجام ندادیم تا اینکه کم کم عادتی شود. سبب دوم این است که اون عادتهای بدی که در ما وجود داشت و یا کارهایی که ما در غیر رمضان میکردیم در رمضان هم انجام دادیم و اولین اون همین اینترنت و یا تلفن و تبلت و کامپیوترهایی هستند که در تمام سال همیشه مایان را غلام خود کرده است. خواستیم نخواستیم ما غلام تلفن دستمان هستیم. اکثریت ما صبح میخزیم در دستمان تلفن، خواب میکنیم در تگ بالشتمان تلفن، وقتی که به نماز شروع کردنی هستیم دوبار اول به تلفن خود نگاه میکنیم، از کوچه می آیم اول شده میپرسیم تلفن مرا دیدید، اینترنت هست یا نیست. یعنی خواه و نخواه آنقدر به تلفن وابستگی داریم که شاید به هیچ یک انسانی چنین وابستگی نداشته باشه. و چطوره که پیش از رمضان ما وابسته تلفن بودیم، اگر در داخل رمضان هم وابسته تلفن باشیم هرگز ما اون نقشه هایی که برای رمضان کشیدیم، ختم قرآن و نماز زیاد و دیگر ذکر و از این کارها هرگز کرده نمیتوانیم. برای اون که حتما باید رمضان ما با برکت گذرد و این فرصتی که فرصت سال است، بهترین شانس و یا موسم برای تجارت است. تجارت آن هم با رب العالمین که برای هر یک لحظه و دقیقه ما اجر میدهد که ما خودمون حتی تصور کرده نمیتوانیم، از 700 و از آن هم زیادتر است. بیاید این موسم تجارت را با تلفن و یا غلامی در اینترنت نگذرانیم. بجای اون که در یک روز 3 بار به فیسبوک نگاه کنیم، اگر 3 بار به قرآن کریم نگاه کنیم، البته اکثریت خواهر و برادران ما تاجیکستانیان با فضل الله قرآن را خوانده میتوانند، ما الکی 3 صحیفه قرآن میخوانیم. بجای اون که به رولیک های یوتیوب نگاه کنیم، باز یک بار دیگه اگر به ذکر مشغول شویم تا 100 بار استغفرالله و تا 100 بار سبحان الله و الحمدلله گفته میتوانیم. پس بعض این ضایع کننده های وقت که اساساً اینترنت هست، نه تلفن، اساساً اینترنت هست و چت های هست که پوچ یگان فایده ندارن. چه خیلی هستی، درست هستی، خوب هستی، دیروز هم پرسیده بودیم امروز هم میپرسیم. زنگ های تلفنی که گروه با هم صحبت میکنیم، دیروز هم صحبت کرده بودیم امروز هم صحبت میکنیم. ویدیو رولیک هایی که دیروز دیده بودیم که چند تا لایک دارد امروز هم میبینیم. این ضایع کننده های وقت رو اگر ما به کنار گذاریم، در این وقت اون نقشه که تمام سال برای رمضان آماده کردیم اون رو اجرا کرده میتوانیم. پس بیایید از خودی حاضر از همین روز برای خود یک نقشه آماده کنیم که در یک روز چند بار به واتساپ نگاه میکنم، چند بار به فیسبوک، چند بار به یوتیوب، چند بار اصلا تلفنم رو به دست میگیرم. باید شماره تلفن به دست گرفتن من با شماره قرآن به دست گرفتن من و خواهر و برادرانی که قرآن خوانده نمیتوانند با شماره عدد سبحان الله و الحمدلله و یا رکعت های نافله من زیاد باشد. وقتی این رو انجام دادیم و گفتیم که ذکری که من میکنم، نمازی که میخونم و یا
هر عبادتی که من میکنم از تلفنی که به دست میگیرم باید زیادتر باشد و من بالای این غالب میبرایم. یقین بدانید که شمایان این ماه رمضان را، این موسم تجارت را با یک ربح و یا با یک فایده بزرگ انجام میدهید و پس از ماه رمضان دیگر مطمئن و با آرامش قلب فخر کنان میگوید همین ماه رمضان من تجارتی کردم که هیچ یک تاجر شاید تمام عمر کرده نتواند و همین ماه رمضان به جای آن که غلام اینترنت باشم من تمام بندگی خود را در این ماه مبارک در نزد پروردگار انجام دادم. و در اینجا که این ماه مبارک رمضان ماه فرصتی وقت است و نباید وقتی ما با تلفن و اینترنت و دوستانی که در اینترنت و یا خود در چت و واتساپ و در ایمو با جز گپ های بیهوده هیچ فایده از آنها نیست، یک سمایلیک، یک خدشه، یک پریوت با اینها تمام روزمان میگذرد. این وقت یا خود این رمضان برای این چیزها نیست و ماه رمضان از آن هم خیلی قدردار است. در این باره یک قصه عجیبی هست از خواب جابر ابن عبدالله که در سنن ابن ماجه آمده است. جابر ابن عبدالله میگویند دو برادر بودند، هر دو برادر مسلمان شدند. یکی خیلی در عملهای ثواب مجتهد بود یا کوشش کننده بود، عملهای صالح را زیاد انجام میداد و یک سال پیش از برادر دیگرش در راه الله شهید شد و دیگر وفات کرد. اما برادر دومی پس از یک سال از دنیا رفت، ولیکن مثل اون برادر اول که خیلی در عملهای ثواب اجر و پاداش گرفتن را کوشش میکرد مثل او نبود، اما پس از یک سال این هم وفات کرد. سپس جابر میگویند من خواب دیدم که هر دو برادر در نزد دروازه جنت هستند و یک نفر از جنت بیرون شد و برادری که پس از یک سال وفات کرد و آنقدر اجر و ثواب گیرمگویان کوشش نمی کرد، اول او را به جنت داخل کرد، گفت بیا با من به جنت درآ. پس از این اون برادری که حتی در راه الله شهید شده بود و چقدر در عملهای ثواب کوشش میکرد یک کمی ایستاد، باز ندا کننده و یا دعوت کننده از جنت بیرون شد و این برادری اول شهید شده رو همراه خود به جنت درآورد. سپس من این خواب را به پیامبر گفتم و خودم تعجب شدم یا خود در تعجب موندم که چرا اول برادری که اونقدر در عملی ثواب کوشش نمیکرد او به جنت در آمد و اون هم پس از یک سال وفات کرده بود، سپس برادری که یک سال پیش وفات کرده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم خوابم را شنیدند و گفتند برادری که پس از یک سال برادرش وفات کرد ماه رمضان را شاهد شده بود و در ماه رمضان عبادت کرده بود، روزه داشته بود، در مسجد نماز خوانده بود، ختم قرآن کرده بود. فرق این برادری که یک ماه رمضان را مشاهده کرد و با عملهای صالح گذراند با اون برادری که یک سال پیش وفات کرد از زمین تا آسمان است. یعنی یک ماه رمضان همه اش یک عبادت، یک ماه رمضان سبب شد که برادری که تمامی عمر از یک برادرش در کارهای ثواب در سبقت و در پیش بود در جنت از او دیرتر درآید. و خود همین حدیث و یا روایت برای ما بسنده هست که این ماه است که شاید که ما عبادتی که تمامی عمر به آن رفته نرسیدیم و یا به گفت روزها اسپید نکردیم در همین ماه دیگر به دست آوریم و تمام آن مغفرت و تمام آن رحمت و اجابت دعایی که در این ماه نصیب ما میگردد شاید تا همین روز نصیب ما نشده بود و این همان فرصتی هست که تمام عمر ما انتظار آن بودیم. برای همین عزیزان وقتی به صحیفه 28 قرآن نگاه میکنید، وقتی درباره خودی فضیلت ماه رمضان و نازل شدن قرآن صحبت میکند، در آخرین صفحه الله میگوید و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان
فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. پس از آن که الله برای ما فرض بودن روزه و در این ماه روزه گرفتن و بیماران نباید روزه گیرند، مسافران رخصت دارند صحبت میکند، در آخرانش میگوید وقتی مرا پرسیدید من نزدیک هستم، دعای شما را اجابت میکنم، پس به من دعا کنید و به من ایمان بیارید تا اینکه از رستگاران شوید. پس از آیت های رمضان آمدن آیت دعا و وعده اجابت دعا، این خودش یک دلیل است که این ماه اجابت دعا هست و برای همین بیاید از همین روز برای خود دیگر نقشه کشیم که چگونه در این ماه دعا میکنیم، با کدام عملهای صالح این ماه رو میگذرانیم و باید کدام عملهایی که وقت ما رو میگیرند نمیگذارند ما عبادت درست انجام دهیم از همین روز آن را ترک کنیم. وگرنه بدانید که هر کسی که چگونه که از این ماه پیشتر با تلفن مشغول بود و با کوچه و با فوتبال و با تلویزیون تماشا کردن و با غیبت و با دروغ اگر اینها را ترک نکند، ماه رمضانش هم حتما همین طور میگذرد. و بگذار این ماه رمضان برای ما از خود الان یک نقشه یک ماهه باشد که این تجارت را از دست ندهیم و یا خود حیات ما نمیدونیم همین سال است و یا پس از یک سال است و یا کی هست به آخر میرسد و این موسم تجارت که ماه رمضان است بهترین فرصت است تا اینکه کارهای نکرده، ثوابهای به دست نآورده، دعاهای اجابت نشده، گناههای مغفرت نشده را همه‌اش را یک باره الله نصیب ما گرداند. و اینجا عزیزان شروع میکنیم به قسم سوال ها. میبینیم که عید رمضان و عید چگونه گذرانیدن رمضان، آیا سوالی هست که حتما هست؟ و پیش از جواب دادن به سوال ها، هر سوالی که بیرون از موضوع هست و تنها برای ویران کردن عصبی خود من و یا برای مردم را یک کم فکرشان را به دیگر جا بردن هست، به سوال جواب نمیدهم و این در خاطرتان باشد. اولین سوال، فطر روزه را برای چی میدهند؟ فطر روزه دادن چی معنا دارد؟ بعضی هم میگویند که کفاره کمبودی و نقصان های روزه می شود، مگر با پول چیز عبادت اجرا نشده و یا ترک شده را جبران کرده می شود و یا نه؟ پیش از همه فطر روزه این چی است؟ قسم از مال هست که حق یتیم و کمبغل و محتاج است. برابر این که چگونه که فطر روزه پاکیزه کننده روزه هست، در روزه هر کمبودی که ما داشتیم آن را پاکیزه میکند، این چنین فطر روزه حق یتیمان و کمبغلان است تا اینکه در عید رمضان خرسند شوند. این هم حق مالی هست و هم حق معنوی و یا خود قسم از عبادت و قسم از حق کمبغلان در این چیز وجود دارد. البته که عبادت اجرا نشده رو با پول می شود، برای اینکه اینجا پول نه، اینجا صدقه است و صدقه خرسندی یک نفر. با دادن پول به یک نفر شما دعای او رو می گیرید، او خرسند می شود، برای شما دعا می کند و وقتی یک نفر رو خرسند کرده و راضی شد، الکی این یک عمل صالح دیگر است. اینجا ما پول رو که به دست الله نمی دهیم که پول رو گیر دیگر مرا بخش، ما پول را و یا فطر روزه را به یک کمبغل محتاج می دهیم تا اینکه دل او برداشته شود، تا اینکه او بداند که این عید برای او هم عید است و همین عید سبب شد که برای او یک نفری که خواهری اوست، برادر مسلمانی اوست، یک هدیه می دهد. و البته که صدقات یا خود به کسی خیر کردن در تمام عبادت ها و در تمام امور انسان، حتی در رفع بلا و در رفع مریضی و مصیبت ها برای مسلمان کمک می کند. و اینجا فکری خطا است اگر ما گفتیم آیا عبادت اجرا نشده را می توانیم با پول جبران کنیم. اینجا چه خیلی که گفتم، پولی که گفته استاده خودش عبادت شده استاده است، برای آن که آن پول را به خاطر الله داده استاده و آن هم به یک بنده الله و او میگیرد و هم در حق شما دعا میکند، هم یقین میکند که این عید برای همگان است. و البته خود فطر روزه پیش از آن که ما گوییم
حق کمبغل است، یک عبادت فرض شده است که هر یک روزدار برای کامل کردن روزه خود و بعضی از کوچک ها را خطاگی های کوچک را جبران کردن فطر روزه اش را می دهد. و درباره فطر روزه در زمان حاضر با پول دهم می شود و یا حتما باید با برنج و با گندم و با خرما و مویز و از این چیزهای عضو قواری دهم. در این باره هم انشالله یک برنامه دیگری خواهیم آماده کرد. ولی فطر روزه خیلی که خودتان هم یک کم معلومات در سوال دادید، این حق کمبغلان است که هر یک مسلمان خواه کمبغل باشد خواه ثروتمند، یعنی همه مسلمان ها حتی کوچک، و در مذهب امام احمد رحمت الله علیه حتی زنی حامله در شکمش کودک داشته اش باشد باید از نام آن کودکش هم فطر روزه دهد که آن را ما به کی میدهیم؟ تقریبا 3 کیلو یا 3.5 کیلو از برنج و از عضوقواری به شخصانی کمبغل میدهیم. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و بعضی از علمای معاصر هم این را دستگیری میکنند، پولش را دهید هم میشود، زیرا کمبغل شاید به عضوقواری نگاه کرده به پول نیازمند باشد. سوال دیگر: زنی روز اسلام قبول کردگی ای باید روزه گیرد یا نه؟ نو اسلام را فهمیده ایستاده است. از همین روزی که من مسلمانم گفتیم ما باید تمام فرضهای اسلام را از روزه و از نماز و اگر شرایط داشته باشیم از حج انجام بدهیم. برای همین این خواهر روسی که مسلمان شده اند حتما باید روزه گیرند، مگر اینکه بیمار باشند و یا حامله و یا کودک شیرمک داشته باشند که در این وقت برایشان رخصت است. ولیکن همین که مسلمانم گفت حتما برای او روزه گرفتن و نماز خواندن و حجاب کردن و فریضه ها همش یک باره فرض می گردد. سوال دیگر: در وقت روزه‌داری مناسبت زن و شوهر روزه را می شکند؟ آره، از شکننده های روزه همبستری زن و شوهر است که تماما در وقت روزه‌داری حرام است و حتی کفاره دارد. هر زن و شوهری که در وقت روزه‌داری نزدیکی کردن و جز این که روزه اشان می شکند باید 60 روز پی در پی روزه گیرند و یا 60 کمبغل را به مقدار 1 بار سیر شدن طعام دهند که در این باره حدیث صحیح در بخاری هست که این کفاره شخصی روزه‌دار هست، روزه‌داری که همبستری کرده است. ببخشید. سوال دیگر: نوش و سیگار روزه را میشکند یا نه؟ اینها غذا نیکو. پیش از همه هم نوش هم سیگار در شریعت حرام است. هر کسی که میگوید مکروه است هیچ رابطه به مکروهات ندارد، برای اون که نوش سیگار رو اصلا برای یک کم کیف کردن و یا مست شدن میکشن، دیگر برای هیچ چیزی نه. و اینجا هم نوش هم سیگار به اتفاق تمام علمای معاصر گفتیم روزه را میشکند، برای اون که دود غلیظ او اول شده به معده می رود و سر را هم میبرد و نوش که تمام آب دهان با آن یکتا شده انسان فرو میبرد. و پیش از آن که گوییم روزه دار نباید از اینها استفاده کند باید بدانیم که این چیز حرام است. نه پولی خود را اسراف کنید، نه سلامتی خود را اسراف این چیزهایی کثیف کنید که برای سلامتیتان و برای اهل خانوادهتان کلا هم از روی اقتصاد هم از روی دیگر صحتی خیلی ضرر می آورد. سوال دیگر: شرط های روزه را می گفتید. پیش از همه وقتی درباره شرط های روزه می گوییم حتما باید مسلمان باشد، برای کافر روزه شرط نیست، و به بلاغت رسیده باشد انسان، و زن باید از حیض و از نفاس پاک باشد، یعنی زنی که حیض و نفاس است روزه گیری جایز نیست. کودک روزه گیرد ثوابش هست برای پدر و مادرش اما حتمی نیست و برای مسلمان هم حتمی است و برای هر کسی که از دین بیرون است روزه گرفتن حتمی نیست. و این چنین کسی که روزه میگیرد باید از بیماری ها تنصیحت باشد. کسی که بیمار است برای بیمار روزه گرفتن اگر او بیماریش دوچند شود تماما گناهکار می شود و این چنین برای شخصی مسافر. برای همین الله میگوید و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. هر کسی که از شما بیمار باشد و یا مسافر باشد دیگر روزها روزه گیرد، روزی که صحت سلامت می شود و یا از سفر برمیگردد. برای همین یکی از شرط‌های اساسی دیگری روزه این است که انسان بیمار نباشد. هر کسی که بیمار است میداند بیماری اش زیاد می شود روزه میگیرد و جای ثواب گناهکار می شود، برای اون که رخصتی که الله برای او داده است انجام نداد و به خودش ضرر آورد. سوال دیگرش
ببخشید سوال دیگر یکتش میگوید ماه رمضان شیطان با لشکرش به پشت کوه کاف پرتافته می شود. امین کوه کاف نیافتم در کجا باشد. درباره کوه کافی که گفته استوده اید هیچ حدیثی نیست، لیکن شیطان با تمام لشکرانش میده و چودهش همش زنجیربند می شوند که در این باره الان من حدیث رو گفتم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند از اولین شب رمضان یعنی آخرین شب شعبان دیگر شروع می شود که تمام شیطان های جن البته زنجیربند شوند. کاش شیطان های اینس هم زنجیربند می شدند و به کسی فساد ضرر نمی رسانیدند. اما کوه کافی که در اینجا گفته استوده سوال کننده عزیز در حدیث وجود ندارد. سوال دیگر اپاجان زنکی که کودک تولد می کند بعد چند روز می تواند روزه گیرد؟ زنکی که کودک تولد می کند او در مدت نفاس قرار دارد تا دمی که خون کاملا نایستاد و کاملا خشک نشد روزه‌گیری جایز نیست و رفت خون اگرچه در مذهب ابو حنیفه 40 روز است، از 40 روز زیاد شد دیگر آن استحاضه است، اما در مذهب های دیگر زنک میتواند از 40 روز هم زیادتر خون بیند. برای همین نگاه میکنید که آیا این نفاس است یا نه. بعضی مثلا در مدت نفاس بعضی ها 20 روز، بعضی ها 10 روز، بعضی ها 40 روز، بعضی ها 42 روز نفاس میبینند. کاملا که خشک شد دیگر روزه را شروع میکند و البته اگر به کودکش زیان نرسد. لیکن اگر داند که کودک بیشیر میماند در این وقت تا وقتی که کودک را از شیر نبرآورد روزه نمیگیرد و به شخصانی که برایشان رخصت هست که روزه نگیرند داخل می شود. سوال دیگر اپا جان من زیانگیرون میخواهم مثل شما باسواد باشد، اما جوره ها میگن زنی باسواد درد سرای بسیار داناگی میکند. شما چی میگوید؟ عذر اگر گپی ناجا گفته باشم. یگان گپی ناجا نگفتید برادر عزیز، فقط سوال از موضوع بیرون بود. برای آنکه زنی باسواد درد سر می شود یا نه این رو از یگان مردی که همسری باسواد دارد میپرسیدید. از من نگاه کرده خوبتر جواب میداد، ولی تا جایی که من میدونم هر کسی که سواد دارد علل خصوص سواد دینی که حق پروردگارش رو میشناسد او بجز حق پروردگار البته که حق شوهرش، حق پدر و مادرش، حق پدر و مادر شوهرش و حتی حق مرچه و ماهی ها و تمام حیوانات رو میداند. برای همین وقتی که زنی باسواد میگوید بدانید که نفری هست که مربیه و یا تربیت کننده فرزندان شما هست. برادرایی که میگوید من زنی باسواد نمیخواهم پس فرزندی باسواد هم نمیخواهید، برای آنکه فرزند تربیه اولین خود را از زن میگیرد و زن شما تا چه اندازه معلومات دارد، تا چه اندازه سواد دارد، به همون نگاه کرده فرزند شما بزرگ میشود و در این باره باید خیلی فکر کنیم، برای آنکه آینده فرزندان اساساً در دست تربیه مادر است و مادر بی‌سواد به جز فرزند بی‌سواد چیز دیگری بزرگ کرده نمیتواند مگر اینکه به یگان جای دادن و یا کاری دیگری کردن. سوال دیگر من یک خواهر هستم، میخوام از شما درس گیرم، چه خیلی شما رو یابم به من رسول شما معقل شده. جزاکم الله خیرا. خواهر عزیز رقم ما رو میتوانید از همکاران ما گیرید که در ما درس ها در واتساپ وجود دارند، همراه خواهرانی زیاد و کاش سوال ها فقط درباره موضوع بود. سوال دیگر آدمی پیر از 80 گذشته باشد به او روزه فرض است یا نه؟ سوال کننده عزیز درباره آدمان پیر خیلی سوالی خوب دادید که حتما باید این رو هم ذکر میکردیم. هر کسی که الکی پیر است از 80 گذشته است امید برای روزه گرفتن او نیست و این چنین هر کسی که بیماری های زخمی معده دارد و یا بیماری های دارد که همه میدانیم که دیگر برای او تمام عمر روزه گرفتن جایز نیست، در این وقت به این آیت داخل می شود. مثلا آیتی که الله میگوید و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، و هر کسی که روزه گرفتن نمیتوانند اونها باید فدیه تهند و این را عبدالله ابن عباس میگویند این آیت منسوخ نیست، این آیت برای شخصانی هست که
الکی خیلی سن و سالشان بالا است و یا بیماری های دارند که امید برای شفا یافتن آنها نیست. این گونه انسان ها برای هر یک روزه که میخورند فدیه میدهند. فدیه اش به مقدار یک نفر سیر شدن که اگر با برنج و یا با آذوقه‌واری ما مقایسه کنیم برابر 1.5 کیلو برنج و یا 1.5 کیلو مثلا ارد و یا مکرون و یا چیز دیگر میشوند و یا مقدار پولی که یک انسان یک بار خوراک خورد و یا افطار کند سیر میشود. مثلا گفتیم در تاجیکستان حدودی 40 سومون، در روسیه حدودی مثلا 500 سوم روسی از همین خیلی. یعنی یک نفر یک بار برای سیر شدن چقدر برای او باید خرید کنیم برای خوراک خوردن، یک عبیتی گفتیم یک افطاری. شخصی که 80 ساله است برای 30 روزش 30 نفر را سیر میکند و این چونین هر کسی که بیمار است، کسلی های قند و یا کسلی های دیگری که روزه گرفتن عموما جایز نیست، اونها میتوانند برای هر یک روزه که داشته نمیتوانند یک نفر رو سیر کنند، یک کمبغل رو که میتوانند دست جمعی به 30 نفر و یا تنها به یک نفر خوراک دهند که این رو فدیه میگویند. سوال دیگر، در تلفنم پروگرام وقت نماز استنافکه کردگیم. هر وقت نماز اذان میگوید. خودم در زواد کار میکنم. همین اذان تلفن میشود یا خودم باز باید اذان بگویم؟ البته که اذان تلفن میشود و سوال کننده عزیز، اذان گفتن فرض نیست، این اعلان به نماز است. شخصی که تنها نماز میخواند او میتواند اذان گوید، میتواند اذان نگوید. و حاضره اذان هایی که در تلفن هستند که عموما الکی خودی علمای معاصر هم اتفاق هستند که در وقت و زمانش اذان میگوید، البته همان برای شما کافی است. سوال دیگر، شنیدم که در ماه رمضان باید ختم قرآن کنی. من قرآن خوانده نمیتوانم، روزه داشتگی هم قبول نمیشود، من چیکار کنم؟ شنونده عزیز، پیش از همه برای روزه شما قبول شدن ختم قرآن حتمی نیست. ختم قرآن سنت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در رمضان ختم قرآن میکردند، به جبرائیل قرآن رو میگذرانیدن و حتی پیش از مرگشان 2 بار ختم کرده بودند و صحابگان، مثلا روایت ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود آمده است که عبدالله ابن مسعود هر 3 روز ختم میکردند. لیکن این سنت است، اجر زیاد دارد. ماه ختم قرآن و یا خود ماه تلاوت قرآن است. لیکن اگر شما خوانده نتوانید، از همین حاضر عزم کنید که تا 10 روز اول رمضان خواندن قرآن را یاد میگیرم و یقین بدانید که به این مقصد میرسید. خواندن قرآن اونقدر دشوار نیست، به خصوص با این رفتی یوتیوب و دیگر برنامه‌های اینترنتی میتوانید خیلی زود یاد گیرید. لیکن یقین دانید که اگر قرآن خونده نمیتوانید و ختم نمیکنید، روزه شما قبول است، چون شرط قبول روزه ختم قرآن نیست، بلکه ختم قرآن یک ثواب دیگر، یک اجر زیادی دیگر در رمضان است. سوال دیگر، یک دوستم هست از امارات عرب، میگوید اگر در بازار یا کوچه تنت به تن زنی بیگانه رسید، هم روزه‌ات میشکند و هم طهارتت. راست میگوید، البته که راست نمیگوید. درباره روزه هیچ اساس ندارد، اما درباره طهارت در مذهب امام شافعی همین گپ یا همین فتوا وجود دارد که در مذهب امام شافعی اگر بدن مرد، کرتکه لباس نه، بدن مرد یا دست زن به دست مرد برسید، نامحرم باشند اگر اینها، در این وقت طهارت میشکند که این یگانه در مذهب امام شافعی است. در دیگر یگان مذهب ها به این عمل کرده نمی شود و این خلاف حدیث هم هست، ولیکن هر یک مذهب بعضی از خطاگی ها دارد، اما درباره روزه هیچ اساس ندارد. سوال دیگر، در رمضان نرخ را میبردارند، همه چیز را قیمت میکنند، چه خیلی مسلمان باشند در تاجیکستان؟ البته که من هم حیرانم، خودی سوال کننده عزیز، که چگونه مسلمانان در وقتی که باید در این ماه برای اجر و کسب ثواب باید ما کوشش کنیم و دوادوی کنیم، اینها برای کسب گناه دوادوی میکنند، فرصت رو غنیمت میدونند و گمان میکنند که پولشون زیاد میشود، ولیکن هیهات که به جای پولشون زیاد شدن برکت اینها میرود، به خاطر اون که نه احترام ماه رمضان رو قائم هستند، نه احترام سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم را که در این ماه باید همه شتاب کنیم برای اجر و ثواب، و اینها هیچ برکت نمیگیرند و بگذار هر کسی که به خاطر پول ماه رمضان را میفروشد و فرصت مردم را غنیمت میداند، بگذار هرگز برد نکند. سوال دیگر،
اگر دهقان در باغش زردالو پخته رسیده باشد، اگر روزدار باشد و نرود زردالو را نچیند، فرزندانش ببخشید گرسنه میمونند، آیا گناهگار میشوند اگر پادشاهش فتوا نگرفتن روزه بدهد؟ سوال رو خواندن و بخشی زیاد کمی خندم اومد. این همون فتوای سال گذشته بود که دیگر رئیس شورای علما یا خود علمای درباری در این باره فتوا داده بودند که در وقت زردالو پزی روزه ندارد و این چیزها. پیش از همه آیا همین حالت هست مثلا دهقان تاجیک که شاید به رمضان هم همیشه گرسنه باشد؟ با اون شرایط امروزه تاجیکستان باور کنید اکثریت شاید تمام روز روزدار هستند و یا یک برده نان و یک کاسه آب دارند، از آن زیاد دیگر پول ندارند که خرید کنند. با اون گرانی نرخ و با این رفتی کرونا و با این بستن مرزها بین تاجیکستان و روسیه که رزق اساسی حتی دهقان هم از بیرون می‌دراید، آیا همین را تصور کرده می شود که دهقان تاجیکی اگر روزه دارد زردالوهایش همش میتاسد و ویران می شود؟ البته که چیزی است که از عقل دور و باز یک فتنه دیگر، یک دعوت دیگر برای اینکه مردم را از فرضی که الله برایشان فرض گردانیده است دور کنیم. و هر یک دهقان و خود هر یک ما و شما تاجیکان میدانیم که دهقان‌های تاجیکی و مردم عادی تاجیکی خیلی صبور هستند و گرسنگی هم تاب می‌آورند، به تشنگی هم در رمضان هم در غیر رمضان هم. برای همین بیایید که الان که خود همین ماه یا موسم زردالو است، زردالو در کجا است؟ پس از 3 ماه 4 ماه میپذد یا 2 ماه گفتیم. برای همین هیچ نیاز به این فتوا نیست. سوال دیگر، آیا حدیث پیامبر هست که پیش از رمضان روزه گرفتن؟ من میخواهم با حدیث های صحیح پیامبر جواب بگویید. پیش از رمضان روزه گرفتن، یک روز یا 2 روز پیش از رمضان روزه گرفتن، حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که خودی همین روزها رو روزی شک میگویند. ایام شک که انسان نمیدوند که عمیق آخر ماه شوال است یا اول رمضان. برای همین مثلا حدیث حضرت عایشه است که پیامبر در ماه شعبان خیلی روزه می داشتند و هیچ ماه رو مثل ماه شعبان ندیده بودم که پیامبر روزه دار باشند. ولیکن حدیث دیگر است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از روزه شک من میکنند، میگویند در روزهای شک که 1 روز و یا 2 روز پیش از رمضان هست شما روزه ندارید. و در تاجیکستان یک فکری خطا هست که 1 روز یا 2 روز پیش از رمضان رو پیشواز رمضان میگویند و روزه میگیرند. برای همین این روزه که ما 1 روز و یا 2 روز پیش از رمضان روزه میگیریم، روزه های است که پیامبر صلی الله علیه و سلم من کردگی هستند. برای همین اگرچه در اول رمضان روزه گرفتن جایز است، میتوانیم پیشتر روزه گیریم، لیکن 1 روز و یا 2 روز پیش از رمضان روزه گرفتن جایز نیست. برای اینکه انسان نمیدوند که آیا رمضان بود، آیا پره رمضان رو روزه داشت و یا 1 روز پیشتر داشت، اختلاط نشود بین رمضان و بین این 1 روز 2 روز پیش از آن روزه داشته است. اما 15 روز پیشه که در آن روزه میگیرند و یا اینکه حضرت عایشه میگن من قرض خودم رو، قرضهای روزه ام رو فقط در ماه شعبان می داشتم، اینها همش جایز است بجز همین روزهای پیشوازی رمضان که ما چی میگویم؟ روزه های شک میگویم و پیامبر صلی الله علیه و سلم این رو نهی کردگی هستند. و خطا نکنم حدیث عبدالله ابن عباس هم هست که میگن هر کسی که روزهای شک روزه داشت، یعنی 1 روز و یا 2 روز پیش از رمضان، او در حقیقت ابوالقاسم را عاصی شد و پیامبر او دیگر عصیان کرد. و اما پیش از آن همیشه ما میتوانیم در این باره خیلی که گفتم هم قضای خود را داریم، هم روزه هایی که پیش از آن چند وقت نداشته بودیم و یا حتی پیشواز بر رمضان 15 روز پیش را روزه گیریم. اما علل خصوص همین روزها روزه گرفتن جایز نیست که این را تمام علما هم اتفاق هستند. سوال دیگر، به خوشدامنهای ظالم کمی نصیحت میکردید، روزه رسو قین میشود. درباره خوشدامنهای ظالم اگر صحبت کردم خیلی صحبت طولانی میشود، برای اون که یک موضوع کلان است، ولیکن خواهران عزیز، عروسکان گل،
این را بدانید که برابر خشتومنی ظالم کلین‌های ظالم هم بسیار هستند و همون خشتومنی که ظالم میگوییم فرزند همین شوهر عزیز ما هست. یعنی همون خشتومنی ظالم همین پدر فرزند ما را به دنیا آورده است. پیش از آن که تمام گناه را بالای خشتومن پرتایم یک فکر کنیم که شاید مشکلی در ما هم هست، شاید اینجا ما هم بعضی از ظلم را برای خود روا دیده ایم که این زنی که مادر هست برای ما ظلم کرده ایستاده است. سوال چنین است: شخصی که در غریبی هستند و کارهای وزنین جسمانی نه کم از 8-10 ساعت کار میکنند، به آنها چه توصیه میدهید؟ درباره آنهایی که فقط برای 3 ماه و یا 4 ماه به کار می آیند، فقط همین مدت معین، و اینها باید 3 ماه و 4 ماه کار کنند سپس به وطن برگردند، میگویم برای رزق روزی آمدن، هیچ شرایط ندارند. و به همین آیتی که الله میگوید فمن کان منکم مریضا و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، هر کسی که بیمار است از شما و یا در سفر است دیگر وقت روزه دارد، میگویم مسافر هستند و ضرورت دارند، برای آنکه 3 ماه 4 ماه فرصت اینها است. اگر از دست دادن از رزق 1 ساله میمانند و بگذار بعد از برگشتن روزه گیرند، چون عملشون خیلی مشقت دارد و آنها روزیاب یا رزق یابنده اساسی در خانواده هستند. لیکن اونهایی که تمام سال کار میکنند، 12 ماه کار میکنند و رمضان هم داخل آن است، در این وقت نمیگویم که روزه اتون رو خورید، برای اون که برای شما فرصت زیاد است. 11 ماه دیگر هست. چی می شود؟ 11 ماه رو برای کارتون و 1 ماه رو برای عبادت پروردگار جدا کنید، ساعتهای کاری رو کمتر کنید و این ماه رو با برکت الله، با عبادت الله گذرانید و یقین دانید که همین عبادت شما، برکت عمل شما در خودی کارهای 11 ماهه شما دیگر زیاده میبخشد. و صحابگان در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه پیامبر اگر به غزوه جنگ میرفتند روزه نمی داشتند، اگرچه رمضان باشد هم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند از ثواب نیست که شما در وقت مسافرت روزه گیرید. و اینجا لیکن کسایی که ببخشید 12 ماه کار میکنیم و باز میگویم نه 1 ماه دیگر رمضان هم کار میکنم و به من اجازت است، اینجا سوء الفهم است، فهم خطا است. اگر فقط 3 ماه یا فقط ماه رمضان فرصتی کاری بود مسئله دیگر بود و ضرورت داشت، اما تمام سال که کار میکنید بگذار 1 ماه برای شما فقط به خاطر الله همین ماه جدا باشد. سوال دیگر: اپا جان توبه کرده باشی و باز تکرار کنی، الله دیگر توبت رو قبول میکند یا اینکه نه؟ درباره توبه کردن و توبه را قبول کردن الله، اگر 100 بار توبه کنید و 100 بار خطا کنید و باز توبه کنید، هم مادامی که شما نخواسته کردید و یا اینکه عزم کردید که توبه میکنم، عزم کردید و توبه میکنم ولیکن باز پس از توبه خطا کردید، الله این را میبخشید. الله این را میبخشد. به این یقین دانید که هر کسی که گناه کرد، توبه کرد، باز سبب شد و گناه کرد، الله میبخشد، اما به یک شرط. شرطش این است که در توبه مسخره بازی و یا خود الله را تمسخر کردن نباشد. شما خیلی کوشش کردید که به گناه بر نمیگردید، اما 1 باره شما نتوانستید، یعنی یا به نفس خود یا به شیطان زور برآمده نتوانستید ولیکن باز توبه کردید. برای همین در یگان جا وجود ندارد که انسان باید 1 بار توبه کند، 2 بار توبه کرد اگر الله او را نمی بخشد، یا اینکه در یگان جا حدیث آمده نیست که حتما نفری که 1 بار توبه کرد 2 بار اگر به گناه رفت الکی او اسیان آورد دیگر هیچ بخشیده نمی شود. چون این گپ وجود ندارد، بلکه هر وقتی که شما توبه میکنید الله در همه وقت می بخشد. و حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند تمام روز دست الله باز است که آنهایی که شب گناه کردید شمایان را بخشم، و تمام شب دستان الله باز است که آنهایی که روز گناه کردید شمایان را بخشم. یعنی هر شب و هر روز که گناه کردید و توبه کردید الله میبخشد، اما توبه صادقانه باشد، مسخره نباشد که نکردم الله میبخشد. بعضا میشود که خیلی کوشش میکنید باز شما یکی به گناه میروید، باز توبه کردید الله میبخشد تا زمانی که شما ناامید نشوید که دیگر مرا الله هرگز نمیبخشیده است. سوال دیگر:
آخرین سوال عزیزان، اپا جان در وقت قرآن خواندن نفهمیده خطا کنی گناهگار میشوی یا نه؟ در وقت قرآن خواندن هر کسی که خطا میکند نفهمیده البته گناهگار نمیشود، برای آنکه در این باره حدیث است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر کس که ماهرانه قرآن میخواند او همراه فرشتگانی مقرب به الله است، اما هر کسی که به مشقت تکنون به زور که البته در آنجا خطاگی هم راه می رود قرآن می خواند، برای او دو اجر است. اجر برای اون که کوشش کرد که قرآن خواند و اجر برای اون که او خطا کرد و نخواسته فقط به خاطر یاد گرفتن خطا کرد. برای همین نفهمیده خطا کردید، البته که الله این رو میبخشد و قرآن خواندن رو دوام دهید. و الحمدلله که خواهر و برادران عزیز امروز مویان چقدر برنامه ها در تلویزیون و در یوتیوب و در تمام شبکه ها برای صحیح خواندن قرآن داریم. کمی اگر کوشش کردیم همگی میتوانیم قرآن رو درست خوانده توانیم. و این بود برنامه امروزه آستانه درباره آماده شدن به ماه رمضان و ان شاء الله که در برنامه آینده هم که الله کی ماه مبارک مهمان خانواده مویان میگردد، اویدی چی چیزهای زمانوی رو زرا میشکند و چگونه باید ما خودداری کنیم از گناه در ماه رمضان با هم صحبت خواهیم کرد. به خود پیام تیوی آبونه شدن و همراه ما شراکت کردن در برنامه ها رو فراموش نکنید و البته که دعا کردن در حق همدیگر در ماه مبارک رمضان که ماه اجابت دعا هم هست هرگز فراموش نکنیم. شمایان را به الله می سپارم تا روز دیگر که با هم هستیم. در پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.